نه که مانی جون این روز نه که سیر گشتی زور کردیم ها عجایی بود ساخینی بود هوا رو بی میگم سادی همین دریم جا چقری بد باشه داری همین دریو همین چخره که او جام میشه اگر چخر نباشه او جام نمیشه منم خیلی آوارم میبینم کو دلم وهم میاره آبازی کردن میتونم میترسم نه ترس مانی جون تو باید با آبازی رو بتونی یاد بگیری دمایدکی میتونستم خوزی نمیتونم دیدی مرد که نیوکو موی خبی دسای انا که نیوکو منجا ما همین ده حیرون یا شخص نیگو که در درنی او یا شخص دیگهش نیوکو در جای به او پارتوف دیگه این چی مانی داشته باشه برای چی خیلی باشه بیا بریم یا پرسیم شا رفته میرسیم شا رفته السلام علیکم السلام علیکم ها چی تو گپا نمیفهمی موهیه میترسونی آخری ها گفتم یا چی پرسیم اکا پرس چی گپا ما همین درگی شما را اهمیت دادیم حیران شدیم چی نه راستی ما همین درگی نگاه کردم یا شخصم در درنی او یا تی دیگهش درنی او بیرون در جای به او خوشکی در پرتفتگی دو این چی معنی داشته باشه فهمیدم میخوایی میره میخوام که بفهمیم هم منیجه یا 100 سومته میگم 100 سومون برای چی یه خود تو فهمیدم میخوایی امیرکیت برای چی در خشکی برای چی در او میفهمی هوا که مرا 100 سوم ای سادی ای بیس چیکار میکنی نفهمیده پولی که دایمتی در خونه اگم چی میخریم خیرفته نه مونت خونه رو منیجه ای بی اگون ای چی معنی داشته باشه من چی شما منجا این مونت مردک سیره فهمد دی آخر دنیا با فهمیش میگن اینه ما اکا جون اینه 100 سومون حق کنی بله انا نامی تو چیه؟ سعدی جان گوش کن جوری جانی مام کی باشی اینا یک شخص در ساحل خشکی ده نگاه کن او انا ایستاده انا ایش در داخل اوه اصلا تو باید که فهمی که برای چی باید در خشکی بله خب گوش کن این همین شخصی که در دریا پرتفتگی آب ایستادگی 2 روز میشد که یک دانه هم ماهی نگرفتیم فهمیدی؟ اینا خدا خیرت یاد دیده همین خشکی در پرتفتگی از الله که از من تو دا میگم از اون تو قطعی 600 سامان آورده گه مده من دیگه تو را یکو جا نمیکنم فهمیدی؟ تو فقط پرابلمایی کجایی میبرم تا ای پرابلم از فاز نماد میکنی یه برای یک شپلاق بابا دیگه باشه تا یکو جا خطی من روی نکن چی گفت؟ چون سادی جان بچه خرزه نکتا نه بچه بگیره دوری اگه افتوموز دومونده سبودم دیلم سوختم یاد نگروسه سودی که بود اکا جام خستم گفتم که اپا جای مده بشین نگفت یا شپلاق دیزم بچه رحمت کاری ثواب کردی ترا شپلاق زدن امور تو واری زنکی به عقله زنکی به تربیه اگر ما در اونجا بیام تو میدراندم خیلی زنکی به فراست مردن تو واری زنک به بچه رحمت بودن جده تو به خدمت زنی بودا که امور به هم روزته سعدی جان بچم تو درگی جوش نگی بدی در اچوخی اوتا دادا سلام علیکم بچه دادا اومدی؟ اومدم همین سمکه تا بر اوسمون بر اوسمون همین سمکه خام اومده همینجا مدرن در کروز سمکه ناز رفتی اومدی؟ چند پریش دست کارتوشکا؟ ها کارتوشکا 5 سومون 6 سومون هر خلای من گفتم همون راوس 7 کن 2.5 سومونی این نمیتیان 2.5 سومونی همه چی اینا همسایه گرفته اومد 1.5 سومونی کجا گرفت من داوریتون ده میدونی چیکار میکردم 1 سومون میرفتم تمامی مغازه برداشته میومدم آخه شما 1 سومون باید شما رو هم میشناسه به پول هم میتیاو دادا جان گپ شناخته نداره اما وقت کامیرا نبود چه دکتر دندان رفتی؟ رفتم دادا جان ما همین دکتر در حیران دندانی در حامد افتاده در اومدی تو؟ در اومد افتاد من پسر فلانی میشم دیگه پیشوازگیری رو بی زور خبر رفیق وقتی همراه خدمت کردگی من حیرانم این دکتر دا دندانی در میکردگی رو موند و ای پیش یک تا نواش کان گرفت بچه جان
کار از یک طرف با ترتیب می شود. اگر میری نزد شنگی میکند آسته آسته همین خیلی تا همون دندان بیمار رفته میرسه داخل بچه. برو یک طرف گفته اکا من 2 بار چیزان دادی کو اوی افتفام وزن یکمش که خانه نکرد. من برای سوزاندن همون خدا اینا رفتم عدیه ها یک دختری بزیبه که اینجا که آوردم کلینکم بها دیده سوختم رو هم گفتم فهمیدی تو همین سیاستی اوله دوری نمیفهمید تو و سوخته مرام گفته یانگم نگاه که اکم کلونای چی این گپا را نزن نفهمه 11 سال یکم خیر رول نمیبوزد اینجا فهمیدی گوش کن چقدر چخچه دارن یهو اکتم عموما گپ نمیزد دیدی چقدر گپ بدرم دیگه لا 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 میدونی چی جونم؟ چی؟ روسیگا اگه امروز یکم روزی زندگی خودمونه بسیار خرسان شدم مردک بوده وقتی که ترا گرفتم ای زیباگی رو دی ای حسن دی جمال رو دی لیکن با مقصدم رسیدم رحمت میگم و چه گفتم ده و میدونی چی منیجا جان روسیگا یک چی را گفتنیم اگه ما علاقه خاندار شدیم دیگه بین ما و تو یکم سیر نباشه که مخفی نباشه یکدیگر فهمی باشه بله یکدیگر فهمی باشه همه گفتم یک چی را گپ زنم تا هوای میگم گپ زنم نزنم گپ زن و خیمت را گفتم که بعد ما بین خود نگم سیر نباشه گپ زن انا ما منیجا جان 2 تا فرزند دارم 2 تا فرزند دارم و نکیم هر ماه هوایی دا علمین میسپارم همه را ما گفتم با پیشکی فهمونم تا که با یکی خودت فهمیدی خفه نشوی با گفتم همه را دلشاد جانه او علم سپاری تو در زندگی خمون یکم ضرر نداره مرم 2 فرزند دارم هر ماه ایاتشون علمین میگیرم 2 15 130 نا نا نانی نا نا نانی زنک او زنک لبه مردک لبه زنک با خاطر دست همسایه گفته بودی که ماشینی نو خرید من ماشینی نو خریدم خردی مردک تست گفت زن که حلقاتو میسوزه گوش که زنک گفته که همسایه پرده نو خرید اینا خریدی من پرده نو خریدم خریدی من رحمت نه خریدم من پیش بیو نگاه کن همسایه زنی نو آورد چی؟ زنی نو آورد؟ با تو زن گرفتنی؟ مردت ایمه خلاص نشوه کو زندت ایمه خلاص نمیشه فهمیدی؟ زنگیر؟ بیا ما زنم میگم که 32 سال پیش چقدر خوشبخت بودیم ما 32 سال پیش؟ او 32 سال پیش خمونه دیگری مونه گرفتگی نبودیم کو او ما همه رو میگم